میخوام تو این ویدیو در رابطه با سفر مشتری باهاتون صحبت کنم. در ابتدای صحبت ها میخوام یک توضیحات کلی در رابطه با سفر مشتری بهتون بدم و در ادامه میخوام در رابطه با مزایای سفر مشتری باهاتون چند کلمه صحبت کنم. و جالبه بدونید که میخوام در رابطه با تفاوت بین سفر مشتری و تجربه مشتری هم توضیحاتی رو بهتون بدم و در انتها میخوام یک جنبندی کلی از این بحثمون داشته باشم. تا انتهای ویدیو با ما همراه باش. سلام، محمد احدی هستم. تو حوزه کسب و کار دارم فعالیت میکنم و خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من. آخرین ماهی که رفتید سفر کی بوده؟ شاید این سفری که شما رفتید یک روزه، 2 روزه و 3 روزه یا شاید هم تعداد روزاش بیشتر بوده و 1 هفته و 10 روز طول کشیده شما رفتید به سفر. و در اصطلاح این مسافرتی که شما این مدت زمان رو طی کردید و رفتید و اومدید به یک سری اهداف و یک سری تفریح ها و یک سری دلخوشی ها و خوشگذرانی ها رو در واقع انجام دادید و برگشتید. پس یک سری هدف هایی رو بهش رسیدید. حالا جالبه بدونید که ما یک اصطلاحی داریم تحت عنوان سفر مشتری یا Customer Journey که اون هم دقیقاً عین همینه که یک مشتری از خونه خودش که نیاز داره به یک سری محصولات و یک سری خدمات از خونش خارج میشه، به اون مقصده میرسه که حالا ممکنه شرکتی، فروشگاهی یا حتی یک سوپرمارکت هم باشه و محصولات خودش یا خدماتش رو در واقع از اونجا میگیره و برمیگرده خونه. در واقع این نفره یک سفری رو داره میره طی میکنه و حالا مدتش ممکنه که 1 ساعت، 2 ساعت یا 5-6 ساعت هم حتی طول بکشه. میخوام یک سری مثال هایی رو براتون بزنم که خیلی براتون ملموس باشه. فرض کنید که شما تو خونتون نیاز دارید که مثلا تخم مرغ و گوشت و اینجور چیزا رو لازم دارید و اینا رو لیستش کردی و میخوای بری از فروشگاه زنجیره‌ای که توی شهرتون وجود داره از اونجا خرید بکنید. خب سوار ماشین میشی و میرسی به مقصد، اونجا میری وارد اون فروشگاه میشی، از این چرخ دستی ها برمیداری و شروع میکنی به در واقع پیمایش اون مسیری که اون محصولات رو اونجا قرار دادن و حالا به تاب چیزایی که مد نظرت هست و دونه دونه قرار میدی توی این به اصطلاح این چرخ دستیه. در واقع تو مسیر تو یا اون سفر تو از زمانی شروع شدی که تو از خونه این لیستت رو تهیه کردی، نوشتی، رفتی، رسیدی به اونجا، دونه دونه مثلا رب و تخم مرغ و گوشت و اینها رو کره و پنیر رو گوشتی داخل این در واقع چرخ دستیه تا اینکه رفتی اون حسابداره اونجا حساب کرده، کارت رو کشیدی و داخل پلاستیک قرار دادی، دوباره تو ماشین و برگشتی خونه. و بعد از اون که توی خونه این محصولات رو گذاشتی توی یخچال، دونه دونه شروع کردی به مصرف کردن یا استفاده کردن این محصولات. پس بدون که سفر تو از زمانی که از خونه اینا رو نوشتی تا بخوای برگردی به خونه، این سفر تو ادامه دار بوده. نکته جالب اینه که توی مراحل سفر مشتری ما همیشه 3 تا گام اصلی داریم. یک، قبل از خرید، مراحل قبل از خرید در واقع همون نوشتن شما بود که نوشتی که من این ماست و گوجه و خیار و چه میدونم کره و پنیر رو لازم دارم، اینا رو نوشتی قبل خرید. 2، فرایند حین خرید و 3میش بعد از خرید یا مراحل بعد از خریده که ممکن حتی تو یه خریدی رو داشته باشی، برنجی رو خریدی آوردی خونه، دم کردی، خوردی، دیدی به بچه خوشمزه است، بعد داری به خواهر یا برادر خودت هم تعریف میکنی که فلانی برید حتما از اون فروشگاه این برنج رو بخرید که خیلی خوشمزه است. در واقع این هم جزء سفر مشتری یا سفر شما محسوب میشه که فرایند بعد از خرید هم در واقع بهش اطلاق میشه. حالا من میخوام در این رابطه یک نکته رو بهتون بگم. این نکته بسیار بسیار کلیدی و خیلی مهمه که امروزه خیلی از شرکت‌های بزرگ، خیلی از ارگان‌ها، خیلی از سازمان‌ها میان افرادی رو استخدام میکنن که این سفر مشتری رو در واقع ثبت و ضبطش بکنه.
یعنی چی؟ یعنی شما که وارد اون فروشگاه، حالا اون شرکت، حتی اون سوپرمارکتی بزرگ که میشی، افرادی وجود دارن که اعمال شما رو ثبت و ضبط میکنن. مینویسه که آره مثلا وارد شد، این چرخ دستی رو این شکلی برداشت، خیلی سختش بود، چرخ دستی مثلا روون نبود، چرخاش دیدید عموما تایراش هم یا چرخاش هم خوب کار نمیکنه، میزنید در و دیوار و اینا. بعد در واقع اینا رو دونه دونه ثبتش میکنن. یا مثلا یکی از چیزایی که در واقع تجربهش رو داشتم، دیدم که بعضی وقتا بعضی از فروشگاه این گونی‌های برنج 10 کیلویی رو قرار میدن تو اون قفسه بالا. وقتی یک مشتری میخواد اونو برداره داخل حالا چرخ دستیش یا حداقلش تو دست خودش بخواد نگه داره، خیلی سختشه این کار رو کردن. و این افراد میان اینا رو یادداشت میکنن که مثلا وسایل سنگین در ارتفاع قرار نگیره، یا مثلا وسایلی که مربوط به کودکانه، به فرض اسباب بازی یا خوراکیایی که مربوط به کودکانه، اونا حتما تو قفسه‌های زیرین باشن. اون موقع فروش اون مجموعه میتونه چندین برابر افزایش پیدا بکنه. و افرادی که این اعمال شما رو دارن ثبت و ضبط میکنن، یک سری دیتایی رو از شما دارن میگیرن تا زمانی که شما بخواید از اون فروشگاه خارج بشید. این دیتاها رو میارن و در واقع آنالیز میکنن و خروجی این دیتاها میتونه اطلاعات مفیدی باشه برای مدیران اون مجموعه که محصولاتشون رو چه شکلی بچینن، در واقع مواد مورد نیاز رو در ابتدای کار قرار بدن یا در انتها، و خیلی فاکتورهای دیگه که وجود داره توی این در واقع مثال بنده میتونه بگنجه. پس افراد یا مدیران موفق میان این افراد رو استخدام میکنن که این کارا رو براشون انجام بده که چه اتفاقی بیفته، که راندمان کاریشون یا فروششون چند برابر بشه. که من در ادامه ویدیو میخوام بهتون بگم که مزایای در واقع داشتن افرادی که این سفر مشتری رو دارن ثبت میکنن، ثبت و ضبطشون میکنن چیه، و در واقع یک سری مجلات علمی اومدن این رو انتشار دادن که دونه دونه اینها رو میخوایم با هم مورد بررسی قرار بدیم. بر اساس نتایجی که توی مجله ابردین گروپ در واقع ارائه شده، اومده که هر سازمان یا ارگانی که یا هر فروشگاهی که از سفر مشتری استفاده کرده، در واقع اون افراد رو اومده استخدام کرده و این پروسه رو انجام داده و از دیتای اونها استفاده کرده، هر سازمانی که این کار رو انجام داده در واقع 18 برابر چرخه فروشش رو سریعتر انجام داده. در واقع خوب میدونید یک سری سایکلی داره دیگه این فروش، این 18 برابر افزایش پیدا کرده. و توی مورد بعدیش نوشته که ماکسیموم افراد یا شرکت هایی که از سفر مشتری استفاده کردن تونستن 56% فروششون رو ارتقا بدن. خب خیلی آمار عجیب و غریبیه، چرا که شما در واقع میایید از دیدگاه مشتری به محصولات و خدماتتون نگاه میکنی و یک نفر میاد این دیدگاه رو به صورت بصری یا تصویری براتون نوت برداری میکنه و در انتها میاد اینها رو آنالیز میکنه و نتایج اون آنالیزه که این موارد یا مزایا رو در واقع در بر داره. یک مورد دیگه هم خیلی جالب بود که من خوندم، این بود که یک شاخصی داریم به نام شاخص ROMI. این شاخص رو در واقع تونسته 54% افزایش بده. حالا این شاخص چی رو به ما میگه؟ که مخفف کلمه Return on Marketing Investment هست که به اختصار گفته میشه میزان اثر بخشی مارکتینگه. یعنی چی؟ این مارکت شما، این فروشگاه شما تا چه میزان اثر بخشی داشته و این اثر بخشی چه سودی رو برای شما به نتیجه رسونده، یعنی چه سودی به دست شما رو گرفته. حالا در حالت کلی میخوام این رو بهتون بگم که شرکت ها یا سازمان هایی که میان از سفر مشتری استفاده میکنن، این امکان براشون فراهمه که بدونن مشتریاشون از زمانی که وارد مجموعهشون میشن تا زمانی که از مجموعهشون خارج میشن چه نیازهایی رو دارن، در واقع کجاها نیاز داره که به طور مثال نور زیاد باشه، کجاها نور کم باشه، کجا به فرض یک مثال خیلی ساده براتون بزنم. من یک بار رفتم یه سوپرمارکت دیدم که
و میخواستم یک کمی سیب زمینی بخرم. بعد دیدم در کنار سیب زمینی، اون در واقع کیسه‌های سیب زمینی، یک در واقع دستکش پلاستیکی اونجا آویزون کرده از این یک بار مصرفا که تو میتونستی یک برگ از اون رو برداری، یه دونه از اون رو برداری دستت بکنی و سیب زمینیت رو انتخاب بکنی، داخل پلاستیک بذاری و در انتها در کنار اونم یه سطل زباله بود که از این پدالیا تو بتونی اون در واقع دستکش پلاستیکی تو داخل اون دستکش یک بار مصرف تو داخل اون سطل زباله قرار بدی. و این خیلی جالب بود. یکی از نیازهای مشتریایی که میخوان حتی سیب زمینی بردارن این بود که دستشون خاکی نشه و اون فروشگاه این رو انجام داده بود. این از چه طریقی این امکان پذیره؟ از طریق اینکه بخواد یک سری دیتایی دست اون حالا کارفرمای رئیس اون سوپریر چه میدونم اون کارفرمای به دستش برسه که بتونه اون در واقع تجربیات مشتری رو عملی بکنه و دفعه بعد مشتری وارد این پروسه سفر شد از سفر خودش بیشتر لذت ببره. به فرض یکی از فروشگاهایی که فروشگاه زنجیره که من رفته بودم جوری بود که تو میتونستی حالا اون گوشت یا مرغی که میخواستی انتخاب بکنی خودت اون سایز رو در واقع که مد نظرت هست رو برداری. یعنی چی؟ من وقتی که مثلا به فرض مثلا من میگفتم یک سایز کوچیک یا متوسطی رو از گوشت یا مرغ میخوام، من برمی‌داشتم و اتیکت اون مرغ یا گوشت روش خورده بود که این وزنش چقدر، در واقع تولید چه روزی یا تاریخی هست و در انتها قیمتش رو هم ثبت میکرد. خب من وقتی میدیدم پولش رو ندارم میذاشتم یه مرغ کوچیک‌تر برمی‌داشتم دیگه، اینکه این مرغ رو بردارم ببرم به اون طرف بدم که اون رو برام وزن بکنه و قیمتش رو برام استخراج بکنه، این تو سفرهای مشتری قبلی این در واقع تحلیل شده بود که تو میتونی توی اون گوشتی که بخوای انتخاب بکنی هم وزنش رو ببینی، هم تاریخ تولیدش رو ببینی و همچنین قیمتش که در واقع بخوای فراخور وسعت حالا پول و جیبت هست اون رو انتخاب بکنی و توی سبد خریدت قرار بدی. پس من با استفاده از اطلاعاتی که از اون ژورنال یا اون مجله به دست آوردم تونستم بهتون بگم که مزایای سفر مشتری چی است. در انتهای این ویدیو من میخوام یک جنبندی کلی از بحثمون داشته باشیم و اونم اینه که سفر مشتری یک نمودار تصویری یا گرافیکالی است از یک مشتری که وارد مجموعه شما یا فروشگاه و سوپرمارکت شما میشه تا اون لحظه که بخواد از فروشگاه شما خارج بشه. ما به این پروسه میگیم یک پروسه در واقع کاستومر جرنی یا سفر مشتری. تو میتونی توی کسب و کار خودت حالا اگر میتونی از مجموعه های اینچنینی استفاده بکن که بیان دیتا و در واقع داده هایی که توی مجموعه تو توسط کاستومرها یا اند یوزرهای تو به وجود میان رو آنالیز کنن و اگر پولش رو نداری خودت میتونی دست به کار بشی. خیلی راحت و خیلی ساده و خیلی ارزون و اقتصادی بیای مشتریای خودت رو اون موقعی که در واقع کسب و کارت زیاد شلوغ نیست یکی از مشتری رو انتخاب کنی، چش رو بذاری رو رفتار اون، ببین چه کاری رو داره انجام میده، چه چیزی رو برمی‌داره، چی رو خرید میکنه، چی رو بیشتر دوست داره، چی رو کمتر دوست داره و میتونی این پروسه رو خودت در واقع انجام بدی و این اطلاعات رو خودت از مشتری بگیری و در انتها خودت هم آنالیز بکنی و اگر کسب و کارت بزرگ و بزرگتر شد یا به سوددهی رسیدی این کارت رو حتما برون سپاری کن که بذار تخصصی این کارت رو برات انجام بدن. چرا که بازده در واقع این کار و مزایای این کار رو بعد از انجام این سفر مشتری و به دست آوردن اون نتایجش مطمئن باش که کسب و کارت میبینه و میفهمه و قطعا رشد پیدا میکنه کسب و کارت و یکی از پارامترهایی که امروزه خیلی داره ازش استفاده میشه. من امیدوارم که تونسته باشم این اصطلاح سفر مشتری رو کامل براتون توضیح بدم. هر جا سوالی داشتید، هر موردی بود خواستید با هم در میون بذارید و مشورتی بگیرید در این زمینه حتما بیانش بکنید، ازم بپرسید و خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و اگه از ویدیوم خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.
تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.